رأی درست سعی کامل کس را نشود مراد حاصل. تا کوشش نکنی، تا رنج نبری گنج میسر نمیشود، تا عذاب و محنت نکشی رحمت خدا به تو نمیرسه. شیخ ابو سعید ابوالخیر یکی از شیخ‌های بسیار بزرگ و بلند پرواز اسلامی است. یک روز در یک مجلس نشسته بود است، شخصای بزرگی در اون مجلس شرکت داشتند، از جمله شیخ رئیس ابو علی ابن سینا هم در اون مجلس بود است. بعد حضرت در موضوع عمل گفت، در موضوع روزه رمضان، در موضوع ختم قرآن، در موضوع نماز پنجگانه بسیار به تأکید گفت، بسیار به تأکید گفت. بعدا به شیخ رئیس مراجعت کرد، به سینا گفت یا شیخ رئیس قیام شب داری؟ شیخ رئیس به بعض روایات شیعی بود، شیعی اسماعیلی، اونا نماز تراویح ندارن. گفت قیام شب نداری؟ پس خطا از رحمت خدا محروم کرده. این سینا بعضا شعر هم می گفت، یعنی که یک استعداد شعر گفتن هم داشت. در جواب شیخ ابو سعید ابوالخیر بداهتا گفت مایم به عفو او تولا کرده، از طاعت معصیت تبرع کرده. آنجا که عنایتی تو باشد ناکرده چه کرده، کرده چه ناکرده. حالا یک گپی احمقانه دارن که کسی اهل بیت دوست می‌داره و کسی علی را همراه فرزنداش نبراش دوست می‌داره، خداوند آتش جهنم براش حرام می‌گردونه اگر چند فاسق فاجر هم باشه. همون گپ شیخ رئیس میگه که ما با عوف پروردگار رو آورده ایم، اگر عنایت خدا که شوه کردگی مثل ناکردگی میشوه و ناکرده مثل کرده. شیخ ابو سعید هم بسیار شاعر ممتاز است، بسیار بزرگ است. بعضا به ضرورت میگفته اما بسیار نظمای عالی داره. حضرت در جوابش گفت ای نیک نکرده و بدیها کرده، آنگه به خلاص خود تمنا کرده. بر عوف مکن تکیه که هرگز نبود، ناکرده چه کرده، کرده چه ناکرده. ای کسایی که ای ختم قرآن میگریزه که رحمت خدا وسیع است، برای ما را همون علم ترکیف بس است. هرگز فراموش نکنه که هرگز در درگاه خدا شما با او کسایی که ختم قرآن میگذارن برابر نمیشه، هیچ وقت. فراموش نکنه، زیرا حبیب ما محمد صلی الله علیه و سلم حتی در وقت بیماریش نماز شب ترک نمیکرد، تلاوت قرآن ترک نمیکرد. بیمار میشد اگر نشسته میخوند ترک نمیکرد. پس من شما را توصیه میکنم برادرای عزیز، نماز شب ترک نکنه، به غیر ختم قرآن به شب نماز بخونه. این رمضان مبارک یک هدیه الهی است، این گذرنده است، میره و ایاما معدودات همراه ما دراز نمیسته. یک روز میبینیم که رمضان گذشته است، رفت است، دیگه حیدریق میگیم، سری زانو میزنیم، پشت دست به دندان میگزیم، اما دیگر سود و منفعت نمیکنه. کی میدونه تا رمضان دیگر کی زنده و کی مرده؟ پس باید نه اینکه ختم قرآن بلکه قیام شب، نماز تهجد در رمضان ترک نکنیم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود علیکم بقیام اللیل فانها دأب الصالحین قبلکم. نماز شب ترک نکنید گفت ای مسلمانان، زیرا که نماز شب به شب عبادت کردن عادت مردای صالح پیش از شما بود. و هو قربة الی ربکم و تکفیر للسیئات و منهات للإثم. قیام شب، نماز شب، قرآن خواندن به شب، اولا قربت به سوی پروردگار، به سوی خدا قریب میشوی. ثانیاً کفارت گناه های شما است. ثالثاً سیگم نعمتش آن است که شما را از گناه ها باز میداره، از گناه ها منعتون میکنه. تا ساعت 11 و 12 را که نماز خوندی دیگه خوشت میکنه،
در فکر تلویزیون میغلطی، میرای سرک تا میمونی خوب میکنی که سهر در اون سرک در خوب نمونم، نه که در ساعت 9:30 автомат واری خوندی علم ترکیف تانوس خونت رفتی و میگوی که تلویزیون تماشا کنم، بعد چشمات مثل چشم بوم واری سرخ میشوه و با تا ساعت 11 و 12 تا تلویزیون دمیشینی. از این خاطر از نماز شب خودتون محروم نکنی بچه ها. بزرگا با توسط نماز شب، توسط تلاوت ختم قرآن در نماز قربت خدا را می جستند. مادام که نماز شب قربت خدا است، از این بزرگتر، از این عظیمتر برای ما و شما دیگر چی لازم است؟ دانی که چی ها می خواهم. شیخ های بزرگ ببینه چین از ما دورن. شیخ نجم‌الدین کبروی میگه دانی که چی ها می خواهم، وصل تو منی به سر پا میخواهم. ای خدای بزرگ میگه میدانی که من چی میخواهم؟ وصل تو را میخواهم، دیداری تو را میخواهم. دانی که چی ها میخواهم، وصل تو منی به سر پا میخواهم. فریاد و فغان و ناله ام دانی چیست؟ یعنی که تو را میخواهم. میدونی برای چی به شب گریه میکنم؟ میدونید برای چی در ختم قرآن ناله میکنم؟ میدونی برای چی حسرت دارم؟ برای تو را میخواهم، فقط تو را میخواهم، دیداری به مثال تو را آرزو دارم. و شیخ نجم‌الدین کبروی مسلمان نیست؟ الحمدلله حنفی مذهب نیست؟ الحمدلله پیروی دین بزرگ نیست مثل ما و شما؟ ما باید به همین بزرگا تقلید داشته باشیم، موافق گفته او عمل کنیم. در همین صورت انشاءالله رحمت خدای تعالی بالا ما واصل میگرده. مادر ما بیبی عایشه رضی الله عنها روایت میکند کان نبی صلی الله علیه و سلم اذا صلی قام حتی ورمت رجلاه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به شب وقت نماز میخواند، همه قدر قیام دور و دراز میکرد. حضرت نماز سوره های درازترین قرآن در نماز میخواند که پاهای مبارک ورم میکردند. باره میگه گفتم یا رسول الله اتصنع هذا و قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. ای حبیبی خدا میگه گفتم واقعی خدای تعالی با وجود معصوم بدن برای تو یک بشارت بسیار بزرگ داده است که هر گناه حتی بکنی اگر میبخشم. چرا اینقدر جان عذاب میتی؟ در جواب گفت یا عایشه افلا اکون عبدا شکورا. ای عایشه گفت من بنده شکرگزار خدا نباشم؟ شکرانه نعمت خدا را نکنم؟ چرا همین کار کرد پیغمبر؟ برای آنکه برای ما دستورالعمل باشه، از حضرت عبرت بگیریم. ای به نمیدونی مسفید 50 مسفیده، سبحان الله، مردی 50-60 ساله از ختم قرآن میگریزی. هنوز دیر نشده است. من همون برادرایی را که در محله نواباد زندگی میکنن دعوت میکنم که برادرو از رحمت خدا محروم نشده، از رحمت قرآن ختم قرآن محروم شده، از مغفرت خدا خودتون محروم نکنه. این عقی بگه دهی مغفرت سر می شود. اگر شما ذره عقل فراست داشته باشه، اگر قسم به خدا شما ذره محبت به اسلام و به خدا و به پیغمبر داشته باشه، همیشه همون قاری را میگیره میاره تا اینکه ختم قرآن را بگذرونه. خودتون از رحمت محروم نکنه. فردا میدونه که همون مسجد خصم تو میشود، قرآن خصم تو میشود. در اون صورت وای به حال تو که کسی به داد تو نمیرسه. ولی بعضیا میگن که سخت میگن دامله ها چی درد دارن که بسیار سخت میگن اسلام دینی آسان است. سخت برای آن میگیم که به شما فایده و منفعت کنه. چرا خدا سخت میگیره؟ چرا گفته است 1 ماه روزه بگیره تا اینکه ما و شما را امتحان کنه، تا اینکه گند بدی ها را از ما دور کنه. همه چیز به منفعت فایده ما هست. روزه روز قیام شب به فایده و منفعت ما است. از این خاطر خدا و پیغمبر برای ما تأکید کردیان. بیمار را ببینه، بیمار سوزندارو فایده میکنه، اگر چنده تنش می سوزانه. بیمار داروی تلخ فایده میکنه، اگر چنده دهانش تلخ میکنه. لیکن نمیشه که بیمار قند شکلات بتی، داروی تلخش میته دختر. از همین خاطر بعضا تلخ میگیم، به خاطر آن میگیم که یک فایده و منفعت برسونه.
بعضا سخت میگیم به خاطر آن میگیم که شاید کسی اصلاح شود، شاید که در کسی تأثیر کنه. آخه این سخن نرم لطیف و قدر تأثیر نمیکنه در این مردم دل سختی ما. حضرت مولوی روم یک قصه آورده است در فراویز صحبت، انشاءالله همین قصه را برای تو بیان میکنیم و بعد دست به دعا میبرداریم تا جمعه دیگه انشاءالله، بعد نماز شروع میکنیم. حضرت در مثنوی شریف آورده است عاقل میرفت بر اسب سوار، عاقل میرفت بر اسب سوار، در دهان خفته میرفت مار. یک مرد عاقل بالای از سوار میرفت است، ناخواست دید که در زیر یک توت یا مردک به تخته پشخوی همه خمانده هست که دهنش با هوی کرده است کشوده، بعضی ها در همه خواب شد دهنش هوی های. و یک مار اومده است او را خیال یکون سوراخی موش کرده در همه دهن در اومده است. آن سوار آن را بدید و می شتافت، تاره ماند مار را فرصت نیافت. این بیچاره شتابان دوید اومد که از دم مار بکشه ای دهنش ببراره که دیگه دستگیر نکرد، خونه سوخته مار در اومد برفت. چون که از عقلش فراوان بود مدد، چند دبوس قوی برخفته زد. این مردک بسیار مردک عاقل بود است. این عقل پیشروی دولت ای. باور کنید همه کسایی که به شب ختم قرآن میگیرن مردم به عقلن، آینده شون فکر میکنن، آخرت شون فکر میکنن، میدونن که این خوی لعینه در همو گورم بد دست میاری. مرده هم فکر قیامت داره، این چقدر شما تشنه خوبه. مرده هم فکر قیامت دارد، آرمیدن چقدر دشوار است. همه مرده ها ای خواب بیزار شدگیان، میگن که قیامت بشیده باشه. این شما قدر میلی به خواب داره که ای ختم قرآن خودتون محروم میکنه. میگه از بس که بسیار به عقل بدی مرد آمد همون آدم خواه به گرز یک دت دهنی مقعدش کوفت، دقل کرده بگیم یک دت دهنی کونش زد، او را در سرش بزنه سرش میده میشه آخی. برد او را زخمی آن دبوس سخت، زو گریزان تا به زیر یک درخت، سیب پوسیده به سیبت ریخته. بیچاره ای خوش پرید خیست که یک آدم به خشم غضب یک گرز آهنی در دستش کوفته است. ایران دو بینکت بزنن این قطنت میسوزه و به گرز آهنی بزنن. اگه تصور کنی حال شد همین دو سه تایزد بیچاره جان جوری خدایی گفته گریخت. اون مردک از سوار یاخیده بالای اسب سر کرده آوردش پیش کرده تا یک درختی سیب بدست، همین سیبی پوسیدگی که ریخته در زیر درخت خرشیدگی، سیب پوسیده به سیبت ریخته، گفت از این خر ای بغم آویخته، سیب چندان مرد را در خور داد که از دهانش باز بیرون میفیتاد. بعد کفتشه بخ سیبا بیچاره همین دسته گرفته در دل اینجش پر کرده و سیب خورده است. همین قدر سیب خورد با سیب پوسیدگی بیزه بیاخی دیگه ای دهانش گشته است. وقتی شکم پر شد آخی همین سرخروده هم یک معیار داره، از سرخرودش دیگه بعضش خارج شد. بانگ میزد که امیر آخر چرا قصد من کردی؟ چی کردم من تو رو؟ بیچاره دیگه داد جور میگه که من تو چیکارت کرده به امیر؟ چی قدر جور میکنی؟ چی قدر عذابم دادستی؟ گر تو را زسل است بر جانم ستیز، تیغ زن یک بارگی خونم بریز. آخی خونه سوخته یکون قصد داری یک باره بزن بکشم خلاص شم. تو چی عذابم دادستی؟ به جنایت به گناه به بیش کم ملحدان جایز ندارن این ستم. آخی خانت بسوزه گفت که من یگان جنایت نکرده باشم، یگان گناه نکرده باشم، همون کافره که کافره این ستم روان همه داره بر یک آدم بیگناه. تو چی کلی مسلمانی؟ هر زمان میگفت اون نفرین نو، اوش میزد کندرین صحرا بدو. بیچاره او حقارت کرده است این میکوش که بدو که در همین صحرای کشاد بیچاره را دوونده است، شکمش پر خودش جانش برمده است، این شپیده است که بدو در بالای اسواره آخی تا شبانگه میکشید و میکشاد.